سلام. آروم آروم آروم. علیکم السلام. چیکار میکنی؟ چی مسئله؟ بذار سرجش ببینم. دارم نگاه میکنم. چیکار میکنی؟ بذار پولر سجاد. نمیدونی دارم با مادرت حساب کتاب میکنم؟ حالا خب الان قاطی حساب کتابتان عیدی ما یاد نره. بتونم یک سوالی بپرسم از شما؟ نه خیر. امسال میشه پول شلوار دوختشو بدن خودمان ببرم بدوزم شلوار؟ که بری بر خودت شلوار سوسولی بخری؟ نه خیر نمیشه. آقا جان ما دیگه بزرگ رفته. آقا همسن و سالای تو دارن خرج زنه به چه میدن؟ آقا 7 ساله داره دیپلم میگیره. با خدا اگه امسال مردود بریم مفرستومت سربازی. بله باید بره سربازی. تو 20 میگیرم. 20 گرفتی دخترا. شهریور 20 میگیرم. چه اینجوری میکنی؟ چه میزنی تو سر برادره؟ جان پولم که رسید امروز منم لباسای دارم میخرم دیگه. حالا الان نخری فردا میریم با هم میخریم. چه اینجوری میکنی؟ بیمون بزا به چای محل همه لباسای دیاشون خریدن. الان خانه رقیه خانم بودم این مشتبه لباسای دیا رو گوشیده بود. همچی هم پول مداد. خب کاری نداره که منم برات میرم لباس میخرم. برو تو هم رژه برو پوز بده بهش. یه قندشو